خب بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. این صاحبا امروز میایم یک بررسی یک فیکسچرایش میاریم. چطور میتونیم بررسی چی کنیم؟ فیکسچر بیاریم. صحیح. اینجا میایم یک بالای تولز، پترن و بالای دیزاین سنتر کلیک میکنیم. یعنی بالای هاوس دیزاین کلیک میکنیم. کلیک و درگ اند دراپ میکنیم. و زیر کلوز سرزی کلیک کنیم. به این شکل اینی چیزایی از قبل جور شدگی است. فرزن دستشوی است میارین. من اکس انتر میکنم میره از حالت گروپ خارجش میکنم. ولی که از گروپ خلاص کردیم میایم فرزن شما میخواین که اینی را بیارین. فقط بالای از این سی و کاپی این را انتخاب کردم. از جزی گرفته این را میایم نیم که در کدام جای تشناب است. فرزن این قسمت تشناب است. آر او روتیت آبجکت خود انتخاب میکنیم. این نتیجه ارتو را فعال میسازیم. به جهتی را کلیک کنترل زد صحیح شد. آر او روتیت و ارتو را فعال میکنیم. انتخاب و اینجا این من تاری را از اینجا موف میکنیم. به شکل و میایم بررسی دستشوی هم میاریم. کدام از دستشوی؟ این از یه دستشوی هم برش میکنیم. سیو کاپی این انتخاب از انتخابش کردم. این رو میایم به اینجا میگیم دستشوی باشه. از دیزاین سنتر بعض از افزارها هست که شما میتونین از اونجا بیان انتخاب کرده و بیارین. فرضاً مثال میایم باز بالای تولز پترن و این از بالای دیزاین سنتر کلیک میکنیم. این دفعه این کچن فیکسچرهایی که مربوطه آشپزخانه میشه. اینجا میگیریم میشه. اینجا میایم کلیک میکنیم. پیش از کلیک کنیم در سفری صفحه آمدیم. اینجا کلیکش میکنم. یک یوزیکس کلیک. آر او روتیت انتخاب میکنم. این را که واده که می آوردین کوشش کنین که ارتو فعال باشه. با خاطر بازین به این شکل یا object هایی که میه یکمه که کج پلیت نباشه. باز اکس انتر میکنیم. اکس انتر میکنیم. اکسترود این حال شما فرض مثال اجاق است باش بس خانه ضرورت دارین. این ازیه فقط کاپی انتخابش میکنین و این ازیه قسمت ازی گرفته میارین بر آشپزخانه. به این شکل یک منقله است. این هم دو منقله است. به این شکل هر کدام از این خواستین از انتخاب کرده و میارین. اگر شما خواستین که کم خردتر شوه سی اسکیل نظر به پروژه تان این رو انتخاب کلیک میکنین. 0.2 یعنی چقدر
0.8 20% خورد شود. از یک قدم بزرگتر قیمت بدیم اسکیل ما آبجکت ما بزرگ میشه، از یک قدم کوچکتر قیمت بدیم آبجکت ما کلان میشه. یعنی ما میتونیم این چیزها را از چه کنیم استفاده کنیم. ایناله فرضاً بعض مسائل دیگر هم میتونین که از دیزاین سنتر بیارین، بیت بیارین، تیبل بیارین، بعض چیزهای دیگه بیارین و ایره ما جور کنیم به خاطر منزل اول. از این میشه که باز شما اینجا برش چی کنین بگیرین آفست گرفتیم به اندازه 100 سانتی بر از یک دانه پیک هم بکشین. پیک 10 سانتی شده. آفست 100 سانتی پیک 100 سانتی ایجی طرف 100 سانتی نیامی طرف 100 سانتی همی طرف برش به این شکل یک دانه پیک بسازیم. و دیگه اینی را با این میشه که از اینجا این را یک حرک بودین F انتر فلیت R انتر ریدیوس شوا برش بتین چقدر یک 20 سانتی شوا داشته باشه که حرک شد. این را انتخاب و این را با این فلیت میکنیم. M انتر این را انتخاب این را با این یا انتخاب ایران با ای فلید ایران انتخاب با ایران با اینی یا انتخاب با ایران با ای به این شکل بازی میشه که برازی به این شکل یک و از این میشه که کار خانگی شما ای هست که ای فایل اتوکت برتان روان میکنم یا خودتان باید کار کنین تا می قسمت که شما یک طرح بر چیش بتین بر تاکاو باید چه شکل باشه چه رقم باشه. اینی مسائل است که باید شما خودتان پیش خود چی کنین ای را کار کنین.